Baby, show me your ass. Yay. Energy. فکر کردم اشتباه شنیدم تا گفتی انرژی گفتم نه درست بوده بس. سلام برای عکس یوتیوب، صالح اختصاصی هستم. امروز با دکتر اسکپتیک. چی دوست داری الان اسمت بشه حالا که اومدی بیرون؟ میخوای همون اسکپتیک بمونی؟ میخوای بگن دکتر اسکپتیک هم دیگه؟ آره نوازم، من دکتر ترکیان هستم ولی اینجا در خدمت شما به عنوان اسکپتیک وایس خدمت میرسم. بریم پس. خب بچه‌ها، من یه سری سوال پرسیدم تو اینستاگرام. اونا که جواب این سوال پرسیدین الان جوابتون رو احتمالاً میگین. یه خورده زیاده، من نمیتونم به همش رو بخونم، هر چی میدی تموم نمیشه، ولی یه سریشو میخونم، هر کدومشون رو باحال بود جواب بدیم. میتونی حدوداً بگی چند تا سوال جمع شده کلا؟ حدوداً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حدودی بگو، مثلا 50 تا 2 تا 20 تا 20. ببین 20 ضرب 2 میشه 40. الان تا اینجا اومده 1 2 3 4 5 نزدیک 250 تا. عالی، همین حدوداً فهمم. عالیه، خیلی تعداد زیاد پرسیدن. فقط در خدمتتون هستم. یعنی اصلا همینجوری می تموم بشه نیستش. خب سوال اول، چرا چهرهشون رو میپوشوندن؟ خب برای اینکه میترسیدم، به دو علت. اینکه اول میترسیدم بکشنم، یکی دیگه هم که اساسا دوست نداشتم معروف بشم و اینکه در خیابون بیان جلومون بگیرن مثلا سلام بکنن یا فحشم بدن یا هر چی، راحت نبودم اساسا. کلا با فیم من مشکل دارم. کسی تو بیرون دیدت سلام کنه؟ نه. خیلی فکر می‌کردم. خبری نیست. نه میاد یواش میاد. خورد. تو چه دانشگاهی درس خوندین و چه سالی؟ شهید بهشتی 61 2. به نظرتون آیا ایران به روزگاری که توی آفریقا هست نزدیک میشه یا شاید بدتر؟ یعنی چی؟ که ایران داره به خرابی میره؟ بله ایران به شبیه کوبا میشه، آفریقا نه، شبیه کوبا میشه بیشتر. تا حالا موادی مصرف کردین؟ مصرف بله، ولی مصرف کننده نیستم و نبودم هیچ وقت. امتحان پس کردین؟ بله. تا کجا به حرف بابامون گوش بدیم و این کار چیکار کنیم که تو دورای قرار نگیریم؟ بستگی به سنت داره عزیزم. اگر که شما زیر 5 6 سال هستی که 100% هرچی بابا من بگیم باید گوش کنیم و هرچی که سن بالاتر میشه این استقلال به صدا شکل میگیره تا جایی که شما اعلام استقلال کامل میکنید که معمولا از زمان تینیجری شروع میشه و ریبلیسنستون از اون شروع میشه تا زمانی که خودتون تصور میکنید که تصمیماتتون بهتر از پدر مادرتونه. ولی همیشه شما درجاتی از مشاوره و اینا با پدر مادر خواهید داشت. اولا که شما دستور از هیچ کس نمیگیرید، شما همیشه میید مشورت بکنید و اون فرد اگر شما احترام براش قائل باشید و دانش کافی داشته باشه، منتش هم باید بکشی از حرفاش استفاده بکنید. یعنی چی حرف؟ از یوغ پدر و مادر در اومدن. یعنی چه پدر و مادرتون قابل احترام باشن، دانش کافی داشته باشن، تجربه و ویزدم کافی داشته باشن، بعد دستاشون هم ببوسید تا ازشون اجازه بگیرید که از مطالبشون استفاده کنید. من اینو کاملا موافقم. یعنی من خودم پدرم همچین شخصیتی احساس میکنم و من تو زندگیم هر مشکلی پیش برام میومد ازش میپرسیدم تا جایی که تا مثلا چند وقت پیش احساس کردم که سوالی که واسه من داره پیش میاد اصلا تو دنیای بابای من نبوده. مثلا احمقانه میزنم، چند ساعت بچه‌م آیپد بدم. مثلا بابا مثلا تو زندگیش با این دیل نکرد. بابا مثلا وقتی 30 سالش بوده رادیو اختراع شده. واسه همین دیگه فهمیدم یه چیزایی دیگه تجربه نداره و اونا رو ازش دیگه نمیپرسم. ولی هنوز اگه مثلا احساسی، رابطه‌ای، مالی به مشکل بخورم زنگ میزنم به اون و زنگ میزنم ازش پول بگیرم، زنگ میزنم ازش دلداری بگیرم. میدونم متوجهی؟ و البته اینکه شما فهمیدین این بهش میگن جنریشن گپ که اصلا الان اینقدر کم شده که اصلا به سیبلینگ گپ رسیده که مثلا برادر خواهر هم ممکن اصلا دنیاشون متفاوت باشه. الان مثلا که هر کسی تو بابل خودش تو معمولا در سوشال میدیا ما شکل میگیریم دیگه. این روزا متاسفانه جهان از این به بعد سوشال میدیا AI پاورده، خیلی ارگانیک نخواهد بود. ولی جنریشن گپ به کنار، به این معنا نیست که حتی اگر شما جنریشن گپ هم داشته باشید کاملا این آیسولیشن وجود داره. نه، شما همیشه
مواردی هست مثل wisdom که پدر سهیل اقتصادی میفرماید که از نظر wisdom گاهی اوقات مطالبی هست که همچنان که جنریشن گپ وجود داره بهشون رجوع میکنن برای اون wisdomشون استفاده کنن. نظرتون در ارتباط با وکلا چیه؟ وکلا نظرم راجع آخه منظور شما چیه؟ نظر شما چیه که این سوالو کردی؟ تو حتما یه جای دلت پره دیگه. این کسی که این سوال کرد دلش پره. بگو چته؟ به داستان بگویم چی بوده؟ نظرم اوکیه. یه نوکیه. چی بگم آخه؟ من یه دونه وکیل گرفتم، یکی منو سو کرد برای $130,000. یه وکیل گرفتم، رفتم پیشش نشستم و گفت که مثلا باید $2,000 بذاری اینجا که ریترنشو صحبت کنیم و اوکی گذاشتم و بعد گفت من ساعتی $400 میگیرم $300 میگیرم. گفتم اوکی. نشستم باهاش یه مثلا 2 ساعت کامل توضیح دادم که چی شده، این شده این شده این شده اینا. گفت اوکی. رفتم هفته بعد دوباره باهاش قرار داشتم، رفتم اونجا گفتم که آره آقا خلاصه این علی این کارو کرده. گفت علی کیه؟ گفتم مادرتو سگ، من که سهیلم، اون یکی میشه علی دیگه. یعنی اگه الاغم میذارم من میگم علی کیه؟ تو که مثلا 2 ساعت 7 ساعت $800 گرفتی هنوز تو نمیدونی علی کیه؟ بعد همونجا بلند شدم گفتم که آقا من نمیخوام دیگه تو وکیلم باشی. گفت چرا فلان؟ گفتم نه راستش من تصمیم عوض شد نمیخوام. گفت خیلی خطرناکه، میخوام بری زندان. گفتم اوکی میرم زندان. اوکیه. پولو بقیش 1200 یورو گرفتم. حالا البته دروغ میگم هیچ چی بهم نداد، داستان درست کرد گفت اینجوری شده، ولی گفتم پولمو بده اونم نداد. حالا دزدم وکیل دیگه منظر من. بعد اومدم رفتم دادگاه. قاضی اومد. حالا نمیدونم اگر اسکیپ تا خود دادگاه سوپریم کورت تو کانادا رفتی یا نه. قاضیه که اومد کلاگیس سفید تنش بود. بعد با 2 تا وکیل اومد، اونام کلاگیس سفید، این فیلم انگلیسی‌ها. بعد من فکر کردم شوخیه، یعنی قصه نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. من واقعا شما کلاگیس صبح بلند میشی میری سر کار، کلاگیستو میذاری جلوی آینه صاف میکنی، بیگوریاتو میپیچونی، میای دیوانه‌ای. یه سال 2020 خود تو ماچ بود. ولی گفتم اوکی دیگه. بعد قاضی نشست من نگاه کرد و گفتش که وکیل تو کو؟ اونور مثلا 2 تا وکیل اومده بود و کتاب و مامان و بابا شد انقدر پرونده، من تنها اومده بودم با شلوار جین. بعد گفتش که تو وکیلت کو؟ گفتم که یوهان من نمیخوام به شما بی احترامی کنم ولی به نظر من همه وکیلا دیوسن. بعد گفت اوکی نظر شخصی تو میتونی داشته باشی ولی اینجا جای شوخی نیست، اینجا خیلی جدی، اینجا این مثلا بعد برات پیش بره بی‌ناموس میشی. گفتم من انقدر فکر میکنم باهوش هستم که میدونم چجوری حرف بزنم و واقعیت رو فقط به تو میگم و اگر تو تصمیم گرفتی که من اشتباه کردم من قبول میکنم که من باختم این کیسو. گفت خیلی خوب، حالا واسه ما شیوان رو توضیح بده. یه لغت دادگاهی گفت، اداری گفت که من نمیفهمیدم. من گفتم ببخشید شیوان یعنی چی؟ یهو همه وکیلا خود قاضی همه زدن زیر خنده. تو همین الان گفتی دیوز زرنگی میتونی حرف بزنی، کلمه اولو نمیفهمی. خلاصه ولی دادگاه رو بردم. حالا بعضی از حرفه‌ها هستش که اینقدر وکابلش سنگین، اینقدر پیچیدگی ها داره که بهتره آدم با یه کمک بره اونجا. در مورد وکیل و اینا هم دادگاه اصلا موظف این سوال بکنه که آیا شما وکیل داری و شما باید بگید نه من نمیخوام، وگرنه باید اینو بپرسن. ولی ببین وکیلا همونجوری گفتی اینا hourly based هستن، results based نیست سرویسشون. بعضی از سرویس‌ها میگن آقا ما کار قنطراتی انجام که دادی شما این پولو به ما میدی. وکیلا میگن نه صرف نظر از نتیجه‌ای که میاد، البته ممکنه اونم اونجوری هم باشه، من ساعتی که میاد اینقدر میگیره. ممکنه از ابتدا بگن آقا نه آخر سر که ما ستل کردیم و نمیدونم نتیجه گرفتیم اسپلیت کنیم با هم دیگه. ولی اونجوری که شما گفتی پول میگیره هر ساعتی، بله از نظر پروفشنال اتیکس وقتی شما 1 ساعت با شما صحبت کرد، جلسه بعد که میری باید پرونده رو بخونه قبلش که با اطلاعات قبلی آپدیت باشه بیاد که علی رو دیگه ازت نپرسه و از این کار به نظر مثل پروفشنالی رفتار نکرده بوده. ای کاش اسکپتیک ویدیو انفرادی هم بگیره و از خودش راجع به چیزای مهم برامون صحبت کنه. بله ولی من اساساً توی گفتگو هستم که موتورم روشن میشه. اینکه به من بگه آقا سخنرانی کن، اساساً با لکچر و اینا من مخالفم. گوش نمیکنی که لکچر و اساس علت اصلی این که حرفای من اینقدر نافذه و اینقدر بچه‌ها گوش دوست دارن گوش کنن اون اینتراکشنیه که اجرا میشه و اون حالت احساس روانیه که برای شما ایجاد میکنم در اون کارگاه و مطالب رو میشینه در ذهنتون. وقتی عواطف درگیر میشه، احساسات درگیر میشه، میشینه. ولی اگه من بیام مونوتون صحبت بکنم براتون و لکچر معمولا کسی گوش نمیده. اونم تو این دور زمانه که اتنشن اسپن انسان ها زیر 10 ثانیه است.
هدف یه آدم 20 ساله از رفتن تو رابطه به نظر شما باید چی باشه؟ یا اصلا آدم 20 ساله باید بره توی رابطه؟ خب این دوست عزیزمون باید بیاد بگه رابطه چیست که من با هم دیگه صحبت بکنیم با هم دیگه. مثلا رابطه آیا مونس میخواد ایشون، آیا یک رابطه جنسی میخواد ایشون، یک رابطه دوستی عمیق میخواد، چیه منظورشون از رابطه چیست؟ ما ریلیشنشیپ متفاوتی داریم، چه جور رابطه منظورشه؟ بیاد با هم دیگه صحبت کنیم. البته آیا ایشون گی هستن، هترو هستن، ترانس هستن؟ من همه اطلاعات لازم دارم اگه جواب بیشتری بهشون. فهمیدم. نظرتون در مورد اقتصاد کانادا در چند سال آینده چیه؟ یعنی چی؟ عزیزان کشورهای خوبی هن، آمریکا، کانادا، کشورهای غربی اینا قوی هن. درسته که در این کووید زد ترکوندش، ولی خب بلند میشه. خوبه نظرم اوکیه نظرم. ولی الان ضربه خورده به علت مقدار بد رفتار کردن دیگه. این $2000 چی بود دادی دست ملت؟ آره خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. یعنی واقعا اصلا همون موقع من میگم احمقا نکنید، نگیرید این پولا رو. آقا پرینت کردن پول میدین یعنی چی؟ همین دیگه، استقراض از بانک مرکزی که میگن همینه دیگه. آقا دولت متعهد میشه ما به شما $2000 کجا پول چاپ میکنی؟ پول چاپ کردن یعنی چی؟ یعنی $100 که الان تو جیب شماست، من $20 ارزششو کم میکنم. ما قبلا یه پول، یه دونه مخزن ثابتی از چیز داریم، پول داریم، مانی داریم، خب این مخزن ثابته. بعد اگر ما بیا $2000 بدیم یعنی باید چاپ کردیم دادیم دست تو، از اینجا که تو جیب تو نمیشه در بیاریم که، باید جدیدش رو چاپ بکنیم. و وقتی چاپ کردیم یعنی اون رقیق شده، پولی شما که تو جیبتونه ارزشش رقیق میشه. ما یه ارزش کلی داره کشور دیگه. قبلا ها میگفتن پشتوانه باید مثلا طلا باشه، ثابته، اینا ثابته. الان دیگه طلا نیست پشتوانه، ارزش قدرت کشوره، حرف کشوره، قدرت کشوری ارزش پوله، پشتوانه پوله. ارزش که ثابته که وقتی شما بیشتر پول بدی یعنی اون اسکناس تو ارزشش پایین میشه. این میشه تورم. تورم معناش همینه که ارزش اسکناس تو جیب تو اوورنایت شبانه کاهش پیدا کنه و این مسجل بود که ارزش پول کاهش پیدا. الان من فکر کنم نزدیک 50% شده تورم دیگه تو کانادا نسبت به 4-5 سال پیش. فکر میکنم. من فقط آمریکا رو برات مثال بزنم، من که جایی که خیلی آمریکا دوست داشتم میومدم میرفتم اونجا ماساژ میگرفتم. ماساژ 1 ساعت بود بین $15 تا $25، یعنی 15 20 25 این عددا بود. واسه به کجا با هپی اندینگ یا بدون هپی اندینگ؟ نه بدون هپی اندینگ. خیلی بدون هپی اندینگ. خودت هم می‌خواستی بعد از قیافه گرو نمی‌شی. چی هاتسون نرفته باشی. خب بگو. بعد الان ارزون تا اینجا شده $50، یعنی 15 شده 50. اصلا باور نکردنی. بعد میگم 40 تا ماساژی زنگ زدم برای اینکه مثلا جالب بود، مثلا باور کنم. این میشه 300% میشه. من گفتم 50%، این میشه 300% شما فرمودید. به همین دارم میگم. یعنی اصلا واقعا عددش خیلی عجیب اتفاق افتاد. تو 25 سال گذشته ما هیچ اینجوری نداشتیم. هیچ وقت هیچ چیزی اینجوری رو نترکید. ما 50% که عرض کردم یه ما چون سبد چیز داریم دیگه، یه بسکته از چیزا، بنزین، نمیدونم نونه، چیزایی که معمولا مثلا 100 قلمه مال توی کانادا که سال بسکت 100 قلم، 250 تاییش هم هست، 50 تاییش هم هست. بس هرچی بسکتت بزرگتر باشه عدد بهتره. بعد شما تو این بسکت که اون متوسط قیمتا 50% رفته، بعضیا مثلا 500% افزایش پیدا کرده، بعضی 10% افزایش پیدا کرده. مثلا من یه رقم 50% دارم، ولی در مورد ماساژ چیز بدون هپی اندینگ مثل که 300%. هپی اندینگاش کم گرونتر شده. توی چین هر ماساژی که میری هپی اندینگه. خب اصلا نمیتونی پیدا نکنی. من کاملا درد گرفته بود، دنبال ماساژ واقعی بودم. میخوام این ماساژ بگم جون مادرت ماساژی یا میخوای هپی اندینگ؟ میگم نه ماساژه. بعد خب مثلا 3 تا جا رفتم، مثلا معلوم بود که قیافش مثلا هپی اندینگ. اومدم جای چهارم رفتم، یه میز خیلی مرتب بود، یه 2 تا خانم واسه بودن خیلی شیک و اینا. گفتم که ببین من ماساژ میخوام، نمیخوام هپی اندینگ، نو، فقط ماساژ است. نو هپی اندینگ. آره گفت اصلا اینجا ماساژ اینجا اختراع شده. گفتم اوکی. رفتم تو اتاق خوابیدم، یه دختره اومد تو، به من اینجوری کمربند بد گرفته بودم. کمرم سال 2012 درد گرفت، هنوز درد میکنه. یعنی ضربه‌ای که به زندگیم خورد اون روز بود، اون دیروز و این روز بود. بعد
رفتم توی ماساژه نشستم اینجوری داغون به زور دارم چپ رو نگاه میکنم و یارو در باز شد، دیدم 2 تا کفش پاشنه بلنده مثلا 25 سانتی متری، 2 تا پای لاک زده اینجوری اومده بالا و همه پاها رو میبینی، کونو میبینی، یه دامن مثلا 3-4 سانتی متری با مثلا یه دونه بیکینی بالا. بعد اینجوری نگاه کردم گفتم ای بابا این که هپی اندینگ شد. باز بعد بلند شدم تو اتاق دیگه، گفتم دیگه نمیتونم ماساژ پیدا کنم. بلند شدم تو اتاق شروع کردم ورزش کردن، مثلا ورزش کمر داشتم میکردم. بعد دخترم واسه با من ادای چینی در میاد با صدای خودش گفت من میخندم، یعنی به من میخندی که این دیوونه اومده اینجا وجه که هپی اندینگ داره ورزش میکنه. وقتی هپی اندینگ میخوای جانی، وقتی نمیخوای همش هپی اندینگ. حالا سوال بعدی خیلی ربط داره، هفته چند بار بزنیم خوبه؟ هرچی کشش داره دیگه خوبه. البته من که نمیگم خوبه حتما خوبه، نه، ولی نمیگم بده. اگر به نحوی بشه که شما استیمتون رو یا اون عزت نفستون رو به قدری کاهش بده که جرأت اپروچ کردن و رفتن دنبال کیس واقعی رو نداشته باشید، اون موقع میشه بد. خب در واقع شما یه ایمرجنسیه دیگه، یه ونت ایمرجنسیه، میخوای یه انرژی رو تخلیه کنی به علتی که مجبوری، میفهمی؟ به علت اجبار و فهمیدن اوکیه. ولی اگر که این بشه مثلا لایف استایل شما بشه، کسی که لایف استایلشون میشه یه لقبی دارن دیگه، این کسی که لایف استایلش و واقعا هم ببین بعضی وقتا ممکنه اینقدر لایف استایل بشه که دیگه ارزش نداره، اون طبیعیه. شما راحت همه چی الان هم همه چی هست دیگه، الان عروسکش هست، نمیدونم قسمت‌های مختلفش طراحی کردن دیدید دیگه. ولی ببین از راجع به خود ارضایی شما فرمودید، باید ببینیم خود ارضایی عمل جنسی یا عمل ایجاکولیشن در مورد پسران یا اورگازم، حالا در مرد پسر دختر، این به چه قصدیه؟ میتونه به قصد آزاد کردن تنشن و فشار روانی باشه، میتونه به قصد ایجاد کردن رابطه عاطفی بین دو فرد باشه، و یا میتونه به قصد ریپروداکشن و فرد دیگری رو به وجود آوردن باشه. در این جو که شما گفتید به اون قصد گفته if I'd known مثلا فلان I wouldn't have، فکر می‌کردی که فقط معنیش اینه که بچه بیاری، نه، میتونه هزاران چیز دیگر باشه. و کسی هم که میگم عرض میکنم اگر که شما هدف شما این ماستربیشن شما سبب بشه که ارتباط با فرد دیگری رو، یکی شدن دو روح رو مثلا فراموش بکنید یا قسمت ریپروداکشن رو فراموش بکنید، خب بده. کاملا یعنی فر. این سوال خیلی دوست دارم، بزرگترین پشیمونیتون تو زندگی چی بوده؟ نمیتونم بگم ولی خیلی زیادن. برای چی بخوای ترجیح میدم نگم اینجا، چون که اون با خیلی فتاب بودنم مشخص میشه. کاملا قابل قبول. گنده هشو بگم اون که دیگه خیلی آبروریزیه. ولی بذار یکی از این آسوناشو بگم. من که اومدم گفتم اسکپتیک اسمم، یه حالا چیزی نمیشه گفت، گفتم اسکپتیک اسمم، من فکر می‌کنم ایرانی‌ها میدونن اسکپتیک یعنی چی. خب ولی بعد دیدم نه، این کلمه اسکپتیک به عنوان شکاک ترجمه شده در کلمه فارسی و شکاک یک کانوتیشن منفی داره، جز شکیات دینی و اینجور چیزاست و شکیات مذمومه در فرهنگ ایرانی اسلامی، چون ایران عملا فرهنگش ایرانی اسلامیه دیگه. شکیات مذمومه، یعنی شما حق ندارید شک بکنید، در صورتی که اسکپتیسیسم بسیار توصیه شده است. و این اشتباه رو من کردم که به جای اینکه اسمم گذاشتم اسکپتیک باید مثلا میذاشتم پرسشگر یا میذاشتم هیومن کوئسشنر. ولی قبلا این اسم آقای هیومن کوئسشنر گرفته بود، نمیشد، آیدیش گرفته بود. به نظرتون میشه از داروهای استروید جوری استفاده کرد که بدون ضرر باشه؟ نه. هیچ نمیشه. آقا ببینم این استروید آنابولیک استروید منظورشه اینه، ماسل درست میکنن دیگه، منظورشه دیگه. چون استرویدها ببینید استرویدها یه داروهای چی کورتون رو میگن استروید دیگه، اونها مثلا ضد التهابی و فلان، اون که همش ضرره. خب اگر که
البته به جاش استفاده بشه داروه، هر دارویی به جاش استفاده نشه، ولی انابولیک استروئید، انابولیک یعنی یه مدلی که در واقع سیستم متابولیسم اینقدر بالا میبره که عضله میسازه، بدن میسازه فلان اینا. واسه اینا برای چی شما میخواین کارو بکنی؟ اول من بگو. برای چی بدن بسازی؟ یه بار کتک خوردن بعد عقده شدن. همین آقای موضوع روانیه، چیکار به موضوع سوماتیک بدنی نیستی که، یه موضوع روانیه. یا شما اساسا یه آدمی هستی با سلف استیم پایین، دخترها میخوای بیشتر نگاهت کنن، عقده‌ای داری از یه جایی، یا گرفتن زدنت میخوای خفن جلوه کنی، خب این همش روانیه. شما برای روانی که شما راه حل بدنی انجام نمیدید که. واو چقدر جالب، چقدر قشنگ. من یه رفیق دارم همیشه لاغر و معمولی بود، بعد بعد چند سال دیدیم شده مثل این گاوای گنده. فکر میکنی وقتی مثل گاو شد ردیف میشه این آدم، از درون حالا پر میشه دیگه؟ اصلا دقیقا همون آدم قبل از همین میخوام بگم، چون من رفیقشم، باهاشم زندگی کردم، میشناسمش، اصلا عوض نشده. یه روزش میپرسم گفتم ببین این چیه، چی شد که تو یه روز شروع کردی ورزش کردن، چرا ما ندیدیم تو ورزش کنی؟ بعد فهمیدم که یه روز با دوست دخترش میره بیرون تو انگلیس، بعد میره توی محله سیاه‌پوستا، بعد داشته راه میرفته، یا 4 تا سیاه‌پوست گنده میان به دوست دخترش تیکه میندازن و جون و فلان و بسار. اینم هیچ جرئت نداره کاری بکنه، تاش میندازه میره. از فردای اون روز این میره ورزش و بعد از یه سال به استروید میرسه و الان هر سال 2 تا میزنه و از این حرفا. ولی از تو واقعا همون آدمه و حتی یه بار ما با هم دعوامون شد و من محکم هولش دادم، پرچ خورد به تخت افتاد زمین. بعد گفتم ببین جو نگیرت، رفتی خودتو باد کردی یا من هنوز دیدم چه گویی هستی، واسه من شاخوزی در نیا. بعد فرداش برادرش به من زنگ زد گفت سوی جون مادرت اینو نزن، این چی میدونی دیوانه است، این فردا اینو بزنی دیگه از هر روز میخواد استروید بزنه گنده شه، نکن این کارا رو باهاش. بعد من گفتم ای راست میگی، من دارم روی روانی رفیقم دارم تاثیر میذارم، بعد خودمو جمع کنم. و دقیقاً حرف شما درسته دیگه، این موضوع روانی اصلا ذاتی نیست، فیزیکی نیست. جدی بپرس رنگ بندی احمق ترین دین ها کدومه به نظر آقای اسکپتیک؟ 5 تای بدترین دین ها. بعد میشه اگه بگم به خدا، حالا تو شوخی و اینا میگم، ولی چون جدی گفتی به جواب بدم یه خود هزیتیت میکنم جواب بدم. ولی بعضی از دینا مثلا آدم میگه حالا باشه، مثلا مسیحیت میگم محبت و مهر و یا من بهایی و میگم فلان اینا، ولی اسلام اصلا با اون ذاتشو یا یهودیت و ذاتشو ساختن برای چیز؟ اذیت کردن بقیه. میدونی ادیان چیز نانتئیستیک هم مثل بودیزم و اینجور چیزا هم اونا خوبن دیگه، میگن خوب باشی، مهربونی، کامیونیتی که درست خوبه. ولی آیدیای این که شما بدون دلیل به چیزی باور داشته باشید یا بدون دلیل خوب، چون فیث یعنی باور بدون دلیل یا باور بدون دلیل موجه و خوب، اینو میگن فیث. و دین یه faith based belief هستش، بر اساس فیث و ایمان اساسا احمقانه است. کسی که سال 2024 با این همه امکانات، این همه آموزش تفکر نقاد، این همه آدم حسابی بیاد بگه آقا من به این باور دارم ولی نمیدونم چرا و نمیخوامم بدونم چرا و نمیخوامم ریثینک بکنم و دوباره تجدید نظر بکنم راجع به چرا من باور، خب این احمقه. بنابراین احمقانه ترین دین خود دین است که شما بدون فیث بیست ما نداریم. فیث معنا نداره در این دوران. البته بعد از یه مدتی که شما منطقی میشید و کریتیکال تینکر میشید و فلان اینا، مفاهیم جدیدی در زندگی براتون از حالت نردی که خارج میشید، مفاهیم جدیدی در زندگی براتون شکل میبنده، مثل تعریف معنوی، مثل محبت، عشق، دوستی، لویالتی. خب که اینا منطقی نیست، هیچ کدام منطقی نیست. مفاهیمی که من عرض کردم، مورالیتی، اینا منطقی نیستن. چون برای چی باید منافع خودت بگذاری برای دیگران؟ اگرم بخوای توجیه کنی چون نهایتا برمیگرده و خودم، خب اونم باز هم ماکیاولیستی میشه عملا دیگه. ولی اگر مثلا ایثار به چه درد میخوره؟ اصلا منطقی نیست ایثار. ولی میگم بعد از یه مدتی که شما منطق رو خوب بالا پایین کردید، به یه مرحله میرسید که از اون نردشیپتون که خارج میشید
یه کمی وارد سلف اکچوالایزیشن میرسید، یه دنیای دیگری است که کامبینیشن این دنیا ویزدم رو در شما به وجود میاره و بعد به مرحله میرسید که میگید که I want to be happy rather to be right و این سخت میکنه قضیه رو و اون موقع فیث ممکنه که معنا پیدا بکنه برای شما در زندگی. نمیدونم یه مقدار پیچیده است این قضیه، میخواد بیشتر بازش میکنم، ولی فعلا من احساس میکنم که آدینس شما آدینس جوانی هست، فعلا برای شما رایت باشید، هپی حالا مال ماست که پیر شدیم کارامونو کردیم. آخرین باری که بعد از گفتی عجب حالی کردم کی بود؟ بگم معلوم میشه آخه. آقا قبلش سالا رو من همان کن. ولی زیاد دور نبوده. معنای زندگی. وای کسی بلده؟ من میخوام این سوال ازش هر کی بلده بیاد من این سوال ازش بپرسم. آقا من یک کیسه اشرفی به کسی میدم که بیاد این سوالو من جواب بده. من واقعا الان 60 به پایینمه، من دیگه 59 سالمه، نمیدونم. سعی میکنم رشنالایزش کنم که بگم ممکنه این باشه یا ممکنه اون باشه، ولی پاسخ بنده به شما این است که نمیدونم. علت اصلی این که هستی نمیتواند خدا داشته باشد چیست؟ شنیدم، فقط مونده بودم که چجوری جواب بدم. نه آقا من میترسم اینو جواب بدم بهتون، خدا شاهده. یعنی بد میشه جوابشو بدم، خیلی‌ها میپاشن، پس ترجیح میدم بگم آقا گو خوردم، من غلط کردم. یکی میفهمه یکی نمیفهمه، اونی که میفهمه سوال نداره، اونی که نمیفهمه جواب براش تاثیر نداره. ولی ببین عزیز من، اگر شما میدانید خدا هست، اگر شما میدانید خالق هست، اگر این خالق رو حس میکنید در زندگیتون، فکر میکنید با استدلال من احساس شما تغییر میکنه؟ قربونت برم. چه سوالی کردی از من آخه شما؟ میدونید چیه؟ فکر میکنم یه سری آدما به واقعیت تو مغزشون میرسن، به قول شما 2024 اطلاعات و بالاخره IQ هم رفته بالا اوجش دیگه، ولی به خاطر اینکه مامانش میگه این، باباش میگه این، عمش میگه این، مامان بزرگش میگه این، مدرسه میگه این، تلویزیون میگه این، یارو نمیتونه بیاد بیرون. یعنی من فقط میفهمم مامانم احمق، بابام احمق، دکتر فلانی احمق، خانم تزیری احمق، همه هر کی باشه احمق، فقط من تو فکر خودم فکر میکنم چرت و پرت درسته. انقدر سخته این فکر کنم میخواد قبول بکنه که نمیتونی. برای همین فکر کنم یه سوال میپرس از اینو که آقا به نظر تو چی؟ به نظر تو چی؟ چیکار بکنیم؟ هستش نیستش؟ چجوری باور کنیم نیستش؟ دنبال یه دلیل میگه که بگه آقا من اینو شنیدم دیگه، آره مامانم احمقه، بابام احمقه، آقای فلانی هم احمقه، چون که من خودم به موضوع رسیدم. من فکر می‌کنم اینه، چون خیلی اینو میشنم، یعنی همه میخوام، میگه میتونی بهم بگی چرا نیست؟ میگم خب نیست. مثلا چرا همه میگن بپرسن چرا پینوکیو نیست؟ خب نیست. خب نیست. چرا؟ بله از این بابت که برای نبودن که شما دلیلی لازم نداری، دیفالت پوزیشن باور به عدم دیگه، یعنی ولی برای وجوده که شما دلیل میارید، چون برای ادعاست. البته اگر که شما ادعا کنید که وجود ندارد، اون یه میشه نگاتیو کلیم دیگه، برای اونم شما باید اثبات یا بالاخره ادله و توجیه و جاستیفیکیشن بیارید. ولی باور دیفالت پوزیشن اینه که I don't know، فرض بر اینه که نیست مگر اینکه شما دلیلی بیاری براش. به کسی که خون جلوی چشاشو گرفته و داره تیکه تیکه میشه به خاطر نداشتن دختر تو زندگیش چی میگی؟ به کسی که خون داره تیکه تیکه میشه در زندگی که چرا دختر نداره؟ میگم خاک بر سرت. آفرین. به خود من یه دقیقه فکر کنم که چی بگم. برعکس دختربازی خیلی کار آسونیه. این اگر نه دوست دختر نداره یا دختر نداره؟ دوست دختر نداره. دوست دختر. من فکرم یه دختر نداره. نه یه دختر تو زندگیش نیست. دختر تو زندگی نیست. اوکی خب آره نه پس از عوض شد نظرم. نه من پس با شما مخالفم. آره باید داشته باشید. خیلی معنات عوض میشه، معنای زندگیتون عوض میشه، احساس به خودتون عوض میشه. این فردی که این سوال کرده کاملا
احساس کمبود و کاستی و نقصان و دفیشنسی داره در زندگیش، مگه نه؟ این کسی که سوال کرده فکر کنید کم داره دیگه. و حقیقتا هم عزیزم کم دارید شما. باور من اینه که انسان باید بتونه رابطه برقرار کنه. اولا رابطه، من اینجا جنسیت مشخص نگم، رابطه. من الان با سهیل خیلی رابطه گی میزنیم، از بس رابطه‌مون قویه. با بیبی اویل. اول اصلا رابطه که آقا بتونیم در چشمان هم دیگه نگاه بکنیم و محبت رو از طریق چشم هم دیگه بگیم. این کریپتونایت. و اگر شما بتونید این کار رو با یک زن، با یک دختر، با یک جنس مخالفتون انجام بشید، واو، اصلا یه معنای شهودی دیگری داره. معنای زندگی گفتید یکی از این همین میتونه باشه. زندگی اصلا روشن میشه شما اگر به یک زن در زندگیت باشه. اینا منم توی تجربه شخصیم خیلی میبینم. وقتی مثلا با دوستان مسافرت میرم، اگه مثلا من و خانومم میبینم دوستم تنهاست، حالا چه دختر چه پسر، وقتی که با هم تنها میشیم میگه ببین باز تو الان میری تو اتاق، رابطت داره باهات میاد، پارتنر داره باهات میاد، من الان تو اتاق تنها، من باید برم یه هپی اندینگ به یارو پول بدم فلان کنه. سوال جان، خود هاگ کردن و بغل کردن یکی نیازه، میدونستی اینو؟ نیازه. شما کسی هاگت نکنه مریض میشی، هورمونات میریزه قاطی، با کورتیزولت میزنه بالا. شما با هاگی بشی. هاگ مردم اوکیه یه خورده یه چیزه، ولی هاگ زن شما بغل کنی برای چی کنی؟ حتی یه جایی من میخونم، من نمیدونم این عدد از کجا در میگه روزی 13 بار شما باید بگی sigh of relief. اول ضبط نمیدونم میخوای آره بگو. اصلا بچه‌ها تو ویدیو باشه میتونم بذارنش روی تیشرت. sigh of relief بود دیگه، kind of. نه نیازه، خدا شاید چیز نیست، want نیست، نیده. یعنی شما اگر که نکنی یا میخوای بخوابی بغل نکنی خیلی عقب افتادی، لول رو نداری، یه لول عقب پایین تایی. درسته بابا. سویل اقتصادی